گریه نکن دخترم، گریه نکن. حاضر با نزد مادرم میرویم، گریه نکن. آفرین، رفتیم. بابایم پول رو در همین جا پنهونه کرد. این خیلی باشد زودتر. چی رو انتظاری؟ با درون درو پول رو یافته بیو. راو دوستم خودت رو نشان ده. رو زود از تشخیص گذرانید. عمر سرمه عمر من به نزد تو آمدم. آقای تیمور اینجا بیمارخانه است. من باشم دکتر در اینجا وظیفه‌ام رو اجرا میکنم. سرمه یک دقیقه گوش کن چی میگویم. شما رو گوش میکنم. روزنامه رو دیدی همینطور نه؟ همین رو گفتنی بودید؟ دیگر نمیخوام که تو از من شبهه داشته باشی. گپتون تموم شده باشد من میروم. ایستا گپی اساسی را به تو نگفتم. میدانم که عصب‌های هر دامان خیلی خراب است. پس از این گونه حادثه ها بیا اکنون کمی آرام شویم. در روزهای نزدیک نکاح کنیم. مثلا هفته آینده توی کرده میتوانیم. من آماده هستم. آقای تیمور شاید در روزنامه نوشته شده باشم لیکن من هنوز شبهه دارم. به خاطر پدرم این نامزدی رو بیکار نکردم. این انگشترین انگشتم رو میسوزاند. چنان میسوزاند که از سوزشش دلم به درد میآید. تو امروز بسیار عصبی هستی. با شما یک سوال دارم. با خانم ایشو در باره چی گپ میزدید؟ با او یگون کاری مهم دارید؟ نه جانم تو چه میگویی؟ سرمه من او را تماما نمیشناسم. چه خانم شد چرینیم؟ خنک شد پدر. اوه نماداش خیلی زیبا. این کی است؟ از کجا پیدا شد؟ نبرد هاشم نبرد. فرزندی کلینی فرشتد. چه نبرد؟ همه رو به بازی در آورده. حتی این کودکی بگناه رو. ای بس تو از خدا نمیترسی؟ کنی بینیم با فکرت چی جواب میدهی؟ وای با شما گفتنی بودم اما چی اما؟ فکرت رو فریب کردی. بیا دخترم بیا تو رو با پدرت هم شناس کنم. بیا. نه زودتر ثروت غلام نیفتی. اون کوزه در همینجا بود. بابایم پول رو در درونش پنهان میکرد. شاید جایش رو عوض کرده باشه. اشل شناس شو فکرت دخترت. مادر شما چی ها میگویید؟ این دختر ایشیل است و رو از ما پنهان میکرد. تو که با ایشیل خونه دار هستی با او پدر میشوی. مرحمت شناس شوی. چه؟ نترس دخترم نترس. ما با تو بدی نمیخواهیم. تا وقتی که در این خانه هستی کسی با تو بدی نمیکند. نترس جونم. با همه این رنگ بازی ها تو گناهگار نیستی. شما چه گفتید؟ ایشیل این کودکی کیست؟ رفتیم دخترم رفتیم. بیا دخترم ما برایم با اونها خال نرسونیم. ایشیل کنی زود با من فهمون. آخر تو شوار نکردم. لباس عروسی نپوشیدم گفته بودی. یعنی دروغ گفتی. تو چه خیلی توانستی که با من با شوهرت دروغ گویی؟ ایشیل خاموش نایست. بیا دخترم بیا. خوردن میخوایی؟ صدیقه امروز دخترش آمد. پگاه پدر و مادرش و تمامی خیش و تبارش بیاد چی؟ رو دخترم سری میز شین من حاضر میایم. رو آخرو کلینی قیمت بهایت همه خیش و تبارش هم عزیزم. دسترخوانی سرادم رو دوست میداری کن. اکنون هر روز در خانه ما مسابقه.
اشتها هم نمانده است. مسابقه ای که پیشتر میکنم. اما یفتم. پولها رو گرفته. رفتیم زودتر. زودتر گرفتیم. نه روی این زن رو دیدن نمیخوام. آیا جسور باش. از کی میترسی؟ از کی شرم میکنی؟ سربلند باش. زودتر برو زودتر. گریختیم. پلجانهایم پلجانهایم کمی پلهایم را دزدیدند. پلجانهای من با من گوش کن جانم. با تو دیرتر البته میگفتم. پیشتر گفتنی بودم لیکن ترسیدم که تو رو از دست میدهم. بنابراین گفتن نتوانستم. این دروغت را من هیچگاه بخشیدن نمیتوانم. جانم برو از اینجا میگویم. دختر چادرم گرفت از اینجا رو. فکرت تو رو خیلی دوست میدارم. فکرت همش رو به خاطر عشقت کردم. هوایی کن پلهایم نیست. بعد از چند سال نوایله دور شدم. خوشبختی رو دیدم. عاشق شدم. مگر تو نمیدونی که دوست داشتن چگونه است؟ من دوست میدارم نگوی شیر. عشقی دروغ نمیخوام. دمشو از اینجا. دمشو. با من گوش کن جانم التماس. آلیا یکم بار با من دروغ نمیگفت. برای تو شدم من از او جدا شدم. برای تو شدم. آیله دروغ رو نمیبردارم. در جایی که دروغ است عشق نمیرد. خدایا من چیکار کردم؟ گم شو از اینجا. دخترت رو گرفت از اینجا. دمشو. آهسته. مادر نه. چیکار میکنی تو؟ وای کزل قند است. با او شیرینی دوام ممکنی. دخترم بیچاره. علیا کلینم دختری زیبوی کنی مرحمت. از بیرون جیغ زدم نشنیدید. من ثروت رو میجویم. به اینجا نامده است؟ نه به اینجا نامده است. باز از مکتب گریخته است. خدای این چی بلا بود که به سرمون آمد. از یک طرف نبیرم از دیگر طرف یک دخترچه بیگناه. اگر خواهی بنازش درو دخترم. علیا اومد. باید روم ینگا جان. ثروت رو باید یابم. علیا مادر جان. علیا در کجاست؟ او کجا رفت؟ پسرم اکنون زمین رو گزیده. علیا گفته داد میزنی لیکن بفایده. اوف هاشموف خودت کردی. خودت عذاب میکشی. در وقتش گفتم گوش نکردی. گول بر این زنت رو از در بیرون کردی. یک روی کردی. علیای دلصاف را پیش کردی و یک زن درویه رو به خانه آوردی. یا دخترم بیو رفت. ما رو در این خانه نمیخواند. مادر جان به حاجت خونه میخواهم.
بشم. فقط زودتر رفتن لازم. صدقه پولهایم را دزدیدند. پولهایم را دزدیدن دزد. تو دزدیدی. اگر پولهایم را ناری دخترت را نمیدم. رو دفع شب پولهایم را بیار. نباشد دخترت را نمیدم. رو گم شو. دفع شو. پولهایم را بیار. زود کنی برا دفع شو. خیلی تا پولهایم را نیاری روی خونکت را با من نشان نده. فهمیدی؟ دفع شو. دفع شو. شیر بچه بودی تو. آفرین. این پولها هیچگاه تمام نمیشود. خدایا پلیس. این قدر زود نترس. با این طرف بیو. گریختی. درکو شاید من پولاتون رو نگرفتم. دخترم رو دید. گل رو دخترکم. من پولاتون رو نگرفتم. کوشاید در رو کوشاید. پولهایم را بیارو. دخترت را گرفته. دفع شو. یاسومان خوب فکر کردی همین طور نمیدونم. تو باید هر دوی آنها رو فهمی. چی خیل خانم سرمن، چی خیل. آمدم دخترم، آمدم. کودک رو به مادرش گذاشتم. من در داخل می شوم. اگر قرارت رفتن باشد به من خبر ده. بیاکنون رفتیم. در بیمارخانه محلمون به کور می درویی. به یک همشیره احتیاج داشتند. غم نخور، اونجا خوب است. یاسومان؟ چی شد دخترم؟ من نمیروم مادر. نمیتوانم. من نمیتوانم مادر. نمیتوانم. خیلی فکر کردم مادر. دختری جانم، یاسومانم. خیلی فکر کردم و فهمیدم که رفتن نمیتوانم. حتی نامم را آنها گذاشتن مادر. نه اینکه شما. آنها هیچگاه مرا ترک نکرده بودن، اما شما ترک کردید. انا اومدم. 20 سال باز در کجا بودین مادر جان؟ در کجا؟ مرا راحت گذارید. یاسومان ایستا عزیزم، با کجا می روی؟ کاربارت همین خیلی نشستم. در این خانه یگان کس باشد که به من کمک کنه. جون برای به دانشگاه داخل شدن با امتحان تیاری میبینم. میفهمی؟ خدایا خونده که میشوی اپرد کی شد که تو شوی. اوف مادر اوف، در جنگ رو سر نکنید. مادر جانکم اگر طبق و کوسه باشد من میشویم. گفتم میشویم.
میلش همه کار رو خودم کردم. خاطر جمع باشد. خدایا کی آمده است؟ تیمور پسرکم بیا درو به خانه درو. شما را ناراحت نکردم مادر؟ چی خیلی ناراحت پسرکم. کمی پس حمزه هم میآید به قهوه خانه رفت. مرحمت درو. درو پسرم درو. مادر پدرم نیستن، چرا او رو به خونه در آوردی؟ خدایا او بیگانه است؟ پسرم است. خوش آمدی پسرکم، خوش آمدی. خوش باشید مادر جان. و اینجا برای یک مسئله مهم را حل کردن آمدم. مادر جان، فکر کردم بهتر است شما را به مشکلی و ناراحتی گرفتار نکنم. اگر خواهید این نامزدی را ویران کنیم. وای دختری من است. او رو من تولد کردم. تو تولد کرده باشی چرا او رو پرتافتی؟ مگر مادر از فرزندش روی میتابد؟ او رو من تولد کردم. اساسی من از جای من هستم. فهمیدی؟ من نمیمورم او رو به تو همه کار رو به خوبی حل کردن ممکنه. آروم شو. این خیلی نمیشه سرما. ما با این سبب شدیم. باید اکنون خودمون این مشکلی رو حل کنیم. چه خیلی خیر. آنا چاره در اینجا. گوش کن پسرکم، بس ما اهمیت نده. او هنوز کودک است. عقل ندارد. جوهر کند عقلش می درآید. حاضر به گپ همه گوش میکند. تو غمی او رو نخور. من میدونم سرما تو رو خیلی دوست میدارد. مادر با خدا دوست میدارد تیمور. مادر جان، من بسیار میخواهم که داماد شما بر این مادر عروس باشم، لیکن نوابسته از خواهش من نشده ایستاده است. بله، نمیشود. سرما و صمیمیت و محبت و بیگناهی من باور نمی کند. آفرین آقای تیمور، از شما هنر پیشه‌ای خیلی خوب میبروید. این خیلش را شما انتظار نبودم. نقشتون رو خیلی خوب میبازید. آفرین، احسن. سعیده قریب اتاق درو. با اجازت شما من اکنون روم. با اینجا برای همین را گفتن آمده بودم. به پدرم حمزه سلام رسانید. عقلت پریشان شده است پسرم. تو غمی هیچ کس را نخور. من با سرما گپ میزنم. شما نامزد هستید، مگر نامزدی رو ویران کردن ممکن است؟ کنی انگشترین رو به دست انداز. کنی ها انا. تشکر مادر جان. شما مرا فهمید، من راحت میشوم. این خیر چیزها را فکر نکن. من تو بر این داماد رو از کجا میابم؟ خیر سلامت باشید. مایلش حالا میبینیم آقای تیمور. حشرات سیاه، انا به تو اگر باز کاردار شوی زبانت را میکنم. خانم حلیمه، خوب است که شما هیچ چیز را پی نمیبرید. اگر من به کار دست زنم حتما از نیتم بر نمیگردم. خیر، همه‌اش گذشت. تو چی درد داری؟ طرفدار کی هستی؟ اگر نقشم ویران شود. از خونه پیش کردم. دخترم را از دستم گرفتن. با من کمک کن تیمور. دخترم را از دست آنها خلاص کن. چه ها میگویی تو دیوانه؟ پولهای خسورم را گزیدن. مرا گناهکار کردن. دخترم را اسیر گرفتن. پول را بیار میگویم. با من کمک کن، التجا دارم. با من دروغ نگو. طاقت نکرده پولها را دزدیدی ها؟ با من باور کن، من نگرفتم. رو از اینجا. پولهای کوزبوش را به جایش گذار. بازی را تا آخر بر. اگر خواهی در نزد در خواب کن، لیکن تا عملی گشتن این نقشه هایمان از خانه نمیبرایی. رو اکنون. چی کاری میکنی؟ لیکن این مسئله رو حل کن.
خدایا همه کار رسوا شد. جدا میشوم میگوید ای سرما حالا به خانه بیا، من به تو نشان میدم. مادر جون بس بودگیست، سرما رو به حالش گذارید. او کی بودنی تیمور رو فهمید لیکن شما نفهمیدید. التماس به کاری دو دل داده خلل نرسانید. گوش کنید مادر جون، اقلا یک مرتبه سعیده آن رو فهمید. مادر جون سرما نمیخواهد، او رو مجبور نکنید. ببینید حتی آقای تیمور به او رحم کرد، شما هم رحم کنید. التماس مادر بس بودگیست. فهمیدم، نیتی تو رو حاضر فهمیدم. تو تیمور رو تگی چشم کرده ای، برای همین سرما رو از راه زده ایستاده ای. مقصدت اپات رو از تیمور جدا کرده به وی به شوهر برآمدن است. تیمور خیلی بای و با مدنیت است، او رو دیدی و هارون رو فراموش کردی. برای همین روزهای آخر هارون رو تماما نمیپرسی. بس است شما مرا دیوانه میکنید. شما میفهمید چی ها گفته ایستاده اید. میفهمید. حالا تو کی بودنی مرا نمیدونی؟ بیا دخترم اینجا شین دخترم بیا. حاضرم که قربان همش رو حل میکند. شد آرام بشین. این مسئله یک کسی کونه را در یادم آورد. دو مادر در نزد حاکم نوشیروان مادری کودک بودنشان را اصرار میکنند. نوشیروان میبیند که مسئله به آسانی حل نمیشود. او میگوید کودک رو دو قسم کرده، یک قسمش رو به تو، یک قسمش رو به تو میدیم. در این وقت مادری حقیقی از جا خسته کودکی من نیست میگوید. میدانم که در این خلوت هر دویتون از جا خسته دختری من نیست میگویید، چون که هر دویتون یاسمن را خیلی دوست میدارید. مادری حقیقی هستید. اکنون این عشق برای شما یک امتحان شد. اگر دوست داشتن برای حق باشد غم لازم نیست. امروز قلبها رنجندم، پگاه هر یک همش خوب می شود. در این دنیا فرزند نمی دهند، در آن دنیا مزدش را می چشند. اگر در اینجا فرزند به کس دهی خطا می کنی. هم در این دنیا هم در آن دنیا از ثواب محروم می شوی. کاری کرده شما را بینید و هر دوی شما فرصتی دو طرفه می دهند. بیایید عشقتان را نابود نکرده با یکدیگر تقسیم کنید که زیاد شود، یا اینکه همش از من گفته هر دویتون بای می دهید. خواهید قبول کنید، خواهید نکنید. انتخاب از شماست. همشیره بیچاره را نگذارید در انتخاب کردن مشکلی کشد. چرا شما راه گشتن نمیتوانید؟ پایهایتان درد میکند، سخت درد میکند. چرا شما به من نگاه نمیکنید؟ شما مرا دوست نمیدارید. مادرم میگویند که شما پدری من هستید. این راست است عمک جان؟ من پدری تو نیستم، فهمیدی؟ مادرت دروغ میگوید. رو از اینجا. پسرم آرام شو. کودک بیچاره چه گناه دارد؟ گریه نکن دخترم، گریه نکن. بس دخترم، بس. با تو از بازیچه های نرگس دیم؟ بیا دخترم، بیا دخترم. کنی اینجا شین دخترم. گریه نکن. حاضر من با تو بازیچه میارم. حاضر. بس کنه گریه تو را گوش کنم. مادرت پلاهیم را بیارد تو را گریفته برد. صدقه هاشی او را آرام کن. من این خودتک را گیرو بازی کن. گریه نکن دخترم، گریه نکن. هاشی دلم به این کودک میسوزد. بیا او رو به مادرش دهیم. نه، اول پولهایم را بیارد. بس دخترم، گریه نکن. خب چکار کردید؟ تقسیم میکنید یا نه؟ چه قرار دادید؟ گوش کنید، گپهای من آسان است.
اگر تقسیم کردن را توانید صاحبی همش می شوید. وگرنه فرزندی که به دو تقسیم می شود هر دویتون را لحظه می بیند. چه خیل می شود مادر فرزندش را دو تقسیم می کند؟ فهمان. این خیلی که باشد از همشیره دخترمان می پرسیم. اینها تو را تقسیم کردن نمی خواهند. یا تو انتخابت را کن. یکیش نابود شود، یکیش باشد. چیکار میکنیم؟ کسی که فکر نمی کند چیکار کرده می توانیم؟ یا کنی دختری فرشته مانندم، یا همشیره‌ای که حال بیمار را میفهمد احوال پدر و مادر هم میفهمد. همین طور گوش کن دخترم، این دردی کلان است. تو دو بیمار داری، دو مادر، هر دوش تو را دوست می‌دارند. اکنون تو باید حق هر دوی این مادر را بدهی. به یکش روی دیومش گریه میکنند، و دیومش روی یکمش. یکش میگوید که من تو را تولد کردم، از خونی من هستی. دیومش میگوید من خون راندم، به وایه رساندم. یکمش حق خون، دیومش حق کلان کردن دارد. اکنون بیا انتخاب کن. تا همشیره هستی، این کار را حل کرده میتوانی. قلبت را گوش کن، عقلت رو کار فرما. با خدا دعا کن، خدایا برای من کدامش بخیر است، اما را رها کن. بگو شما مرا خوراندید، شما مرا به وایه رساندید و خاناندید. تا امروز من خوشبخت بودم مادر. دخترم، شما باشید مرا تولد کردید، بدتر کردید، پشیمون شدید، خیلی گریه کردید، مرا خیلی جستید، پیدا کردید. برای مرا ناراحت نکردن طاقت کردید. برای من خیلی گریه کردید، عذاب کشیدید. دخترم، امکی قربان، من میتوانم دو مادر داشته باشم؟ برای چی نشود؟ عشق به مانندی نوری آفتاب است. به یکیش میآید، از دیگرش کم میشود. به هر حال هر دو از آفتاب فایده میبینند. توجه. دروغ. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نونتون شکستگی. مردم چی میگوین؟ همش نقص میشن. خوشنی جان، عشق چیست؟ زود روز مبارک عمر. از تو جدا شده نمیتوانم عمر، چون که تو رو دوست میدارم. چه خیلی نباشد شوهری من هستی. خوش آمدی عمر. خوش باشی. مرحمت. روزی تولدت مبارک.
تشکر سنم، لیکن امروز روزی تولد من نیست. چی خیل؟ در حجت‌هایت همین خیل نوشته شده است. پدرم دیر به قید گرفتند. روزی تولدم ماه دکبر بود. سرما با من یک روی مالچه تحفه کرد. وای، من فکر کردم که امروز روزی تولدت. با تو تحفه گرفتم. تو چرا این کارو کردی سنم؟ میدونی که من قید کردن روزی تولد رو دوست نمیدارم. همه این لازم نبود سنم. دین 500 گذاشتم، امروز 600. بله، همه پولها را حساب کرده موندم. یک چینش کم شود روزش را سیاه میکنم. بابا جان، بابا نگاه دختری دوست. هاشی، این چی گپ است؟ برای چی کودک را میرنجونی؟ دختری دوست نیست مگر؟ مادری من دوست نیست، فهمیده؟ مادرم پولتون رو گرفته باشد من میدیم. تو میدی؟ چخل میدی؟ گبزن کردی؟ من کور میکنم، پولتون رو میدیم. بزرگ نمرکی، بهار میرسد. مادرتون رو نیار، تو رو بدل میدیم میخورد. هاشی، کودک را نترسان. گریه نکن دخترکم جان، گریه نکن. کنی اینجا گریه نکن شیرینکی من جان. خدایا کار این دنیا رو بینید، یکی شیطان دیگری فرشته. بس دختر. ما با این پول ماشین گرفته میتوانیم. با این پول به شهر میرویم. شهر رو تماشا کرده میآییم. مایلش. یعنی پول رو تو گرفته ای. اکنون همش فهمم. آفرین ثروت، آفرین. ما با تو جوره خوب میشویم. با نزدیک بانک را غارت میکنه. باور کن. دزدهاشون. گونه سرما، گونه دن زودتر. ایسته ده پولها را. ایسته به شما گفتم. عمر با قلبی من بازی نکن. از من جدا نشم. امروز سرم را از بالای کار برداشتن نتوانستم. این خیلی نمی شود حمزه. باید زودتر توی کنیم. تو چی ها میگوی حلیمه؟ توی سرما و تیمور رو زودتر گذرانیم میگویم. پدر جو، چی شد سیده؟ میدونید مادرم به من چی ها گفتم؟ خدایا چی گفتم؟ خواهرم رو بیاری البته میگویم. در اینجا حرمتی پدر و مادر نمونده است. حمزه ما رو بیزار نمیکنن. گویا من آقای تیمور رو تگی چشم کردم. چی؟ حلیمه؟ شما این قهوه تیار کنم قهرتان پس میشود. سیده؟ اپا تو چی شد؟ اپا جان، بس. این زن کیست؟ زنی پدرم. یعنی مادرم.
شوخی کردم شوخی. زودتر پولها رو برگردونید. فکر کردید که از من میگریزید ها؟ پولها رو برگردونید. گریخته گونه دوست بچه زیرا خودش من تو رو با نزدی با باید میبرم. گرفتنی بگی انا با تو کرده جوره گیر حاضر با نزدی پلیس میبرم تو رو. دوست بچه یو راه گرد زودتر. نه خود مادرم همین خیلی گفته باشن. خدایا با این زن چی شد؟ مادرم همه رو شرمنده میکنند. بس بودگیست. بله اپا مادرم همه رو شرمنده میکنند. اکنون جسارتت را نشانده. قراری تو همه رو عوض میکند. خودت قرار برار. خوب چی کار کردنم رو با چی قرار آمدنم رو نمیتونم. خدایا خسته شدم بای دادم لیکن با دلم فرمان داده نمیتوانم. این انگشترین رو بر میگردانم. نمیخواهم. تو راهی درست رو میدانی خدا جان. با من راهی درست رو نشان ده. مرا از این بدی ها نجات ده. حیاتم رو در محور حقیقت جای ده خدا جان. بس اکنون بس آرزوهای من پیشم تو خورسن میشنیسنم. در آشخانه که من آرزوی خود را پختن رو داشتم تو میپذی. در آینه که من باید خودم رو نگاه میکردم اکنون تو خودت رو نگاه میکنی. در خانه که من آرزوی مهمان پیشواز گرفتن رو داشتم تو ایستاده ای. چی خوشبخت شدی سنم. کسی رو که من دوست میدارم تو شب میگویی. مایلش فرض کردم که با آرزویت رسیدی. تو جای من رو گرفتن نمیتوانی. چه خیلی که عمر با من نگاه میکند و تو نگاه میکند. چقدری که من رو دوست میدارد تو رو دوست میدارد. مرحمت سنم. همش از آنی تو. من دیگر نیستم. لیکن از یاد نبرار که در این خانه من دایم وجود دارم. من هستم. دخترم تو هم نفست را اداره کن دخترم. خدایا با من چی شد؟ Zamansız ayrılık, söyle bu kaçıncı hüzün, şimdi sızlar yüreğim, ah yine de söyle. Sensizim yanıyor yüreğim bugün, ayrılık yine görmedim. Kalbim alev alev yar yar için
санам алло ёқуб умар куҷо шудӣ туро интизорем худоё фаромӯш кардам маро бубахш рӯё моро интизор аст бале майлаш دخترم همش خوب است مادر جان این خیلی بهتر است همین خیلی انا اکنون خوش روی شد دخترم از سحر باز یعقوب میگویی آخر کس پیش از خواستگاری اول آمده شناس میشود وقت نشد مادر جان خیلی بی‌طاقت شدم کیست آن جوانی که دل دخترم رو برده است مادر جان گفتم که یعقوب دوست کودکیم است میدانم دخترم لیکن از بین چند سال گذشت کی میداند مادر جان یعقوب خیلی با مدنیت و با ناموس است همین قدر با فهم درست صمیمی است که بعد از سالها دیده دخترم تو برای سخت عاشق هستی پری به آسمان پری او کیست پسری شاه است مادر کجا شد این کلین؟ البته این خبر پر را دیده کودکش را هم فراموش کرده است او را کلینی فرشته همه گفتی کو؟ صدیقه عصبی نکن بینم عصبی هستم پول جانهایم بیش مشکل زندگی میکنم پول جانهایم وای خدا آهاشیم کنی بیا دخترم چی قدر از میزه با کشیده است این چی هست؟ بین پیسرم کودک را نرنجو رسم کشیده است این من شما لیکن در اینجا شما راه نکرده و مرا به تماشا بردید پدر جان من پدریتون نیستم رفت از اینجا اینقدر کودکی خیره بوده است چقدر رسمی زیبا کشیده از دخترکم کنی بیا رفتیم همراهی من میرویم آفرین رسمی زیبا کشیده از دخترکم مادر انا پولهایتون و نبیرای دوزدتون ثروت پسرم ده دخترم را مادر جان جونم ثروت پسرم همش در جاش کم نشده است پول جانهای منه ثروت پسرم چرا این کارو کردی؟ مادر جان باز مرا دوست گفته گناهگار کردید اگر میخواستم نبیراتون رو با پلیس میسپردم لیکن اما که قربان من شما رو دیدم و من گفتید که نفست رو پاس کن بله همین خیر گفته بودم دخترم اینقدر دخترم لگد خورده که بینیت خون آمد اینقدر گپ شنیدی هنوز نفست را بریده نمیتوانی به من کمک کنید التماس دخترم سنم عمر به تو چقدر فداکاری کرد برای تو از همه کمک و خوب و بهترین را کرد اکنون البته تو یک بار هم تو کمک کن نفست را نظاره کن چی گفتنم را فهمیدی همین طور دخترم این بچه کجا شد مادر شما روید ثروت نباشد من رفتن نمیتوانم یا خوب التماس من رو فهم انا آمد ایستو کنی تو در کجا بودی قریب مرا دیوانه میکردی انا آمدم کنی زود لباست را پشت میرویم خونتون روید من نمیروم ثروت ایستو او در خانمان دخترم ما میرویم باز دیر نکنید
خواستگاریمون به پگاه میماند. عمر هم اومد. آقای داماد خیلی زیبا شده ای. تشکری زیبا. رفتی مکتوب. آنها کی می آیند؟ میترسم که آنها را نمیشناسم. من میشناسم مادر جون. ما دختر میدیم فهمیدگی که ناز میکنیم. مایلش مادر جون، اما التماس یعقوب رو نرنجونید خوب. خدایا دلش به یعقوب میسوزد. مادر جون، یعقوب خیلی بناموس و با خیلی با مدنیت، پر احساس، مثل او در دنیا دیگر پیدا نمی شود. میدانم از شنیدن زیاد خریب از خود کردم. کاش زودتر بیایند و او را بینم. آمدند. گوش کنید، من قلبی پاکش رو دوست می‌دارم، میفهمید؟ چرا این رو به من میگویی؟ بیایی. خوش باشه. خدایا چه دخترکی شیرینه. گذر جانکم گذر. سلام علیکم. خوش آمدید. مرحمت. تشکر. مرحمت. خوش آمدید. سلام. خوش آمدید. خوش بخیر. سلام. خوش باشید. مرحمت. خوش آمدید. خوش آمدید. خیلی جوانی زیبا. خدا حافظ فکرت. ترسیدم که تو رو از دست میدیم. یگانه سیرم همین بود. اومد به سرم از اون چی میترسیدم. برای شما رو رنجاندنم عذر میخواهم. مادر جان، التماس نرویم؟ با من اینجا معقول است در همینجا مانیم. رفتیم دخترم. دیگر چاره نداریم. ما با کجا میرویم؟ نمیدونم دخترم. یکان جایی میرویم. مادر جان، التماس نرویم؟ فکرت پسرم با همت باش. او را ببخش. ما پول را دزدیده از گفته گناهکار کردیم، لیکن او پول را بیافته آورد. غیر از این خوراکایی با مزه میپزد. من در اینجا موندن میخواهم. رفتیم دخترم. من اینجا رو دوست داشتم. با خودمون یک خونه چه میوبیم؟ ایشیل دیگر هیچگاه با من دروغ نگوی میلش. با من گوش کن ایشیل. برای این بچه دعا کن. با تو حالو هم باوری ندارم. از تو چشم نمیکنم. این رو فهمیده گیر. مرحمت. یعقوب به من خیلی معقول شد. قد و قامتش زیبا. اکای حمزه، کلانی اویله همون شما هستید و شما گپ زنید. خانم زینب، اگر خواهید به موضوع اساسی گذاریم. بچه ها کلان هستند، یکدیگر را دوست داشتند. آنها خودشان با فهمند. خانه‌دار شدن کرامت دارد. از دست ما این عائله را برپا کردن می آید. اگر راضی باشید با رازگی خدا، با قول پیغمبر، دخترتان رویا را به پسرمان یعقوب خواستگارم. ببخشید، شما آقای یعقوب نیستید مگر؟ من میکشویم مادر جان. رو در رو کشو. آمدم. کیست؟ سنم. چی شد سنم؟
برای چی به اینجا اومدی؟ باز یگان نقشه داری؟ او من رو از من گرفتی. باز از من چی میخواهی؟ چی میخواهی زنم؟ سرما مرا ببخش، مرا ببخش. فرصت فرا رسید. عشق سومن و مهراب آشکار می شود. روزگاری پرماجرای یک جوانی دهاتی، تپش قلب، رنج مادر، انتظارات نشان، جدایی و دیدار، بهار عشق و خزان اندوه. ارزنده ترین راه در فیلم مهراب. روزهای نزدیک هم صدا پیشنهاد می کند. با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی هم صدا، حامیان محور حقیقت و مثل یوسف، از شما احترامانه خواهش می نماییم که از فروشگاه ها دیسک های گالگرام دور را خریداری نمایید. گالگرام هم در بالا پوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک هایی که گالگرام ندارند صفت پست داشته قلبکی می باشند و از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان غیر قانونی حسابیده می شود. خرید دیسکوی گالگرام دور برای بهبودی کاری ما و در سری وقت دسترس کردنی شما مساعدت می کند. از شما استودیوی همصدا احترامانه خواهش می نماید که اگر شما فروش دیسکوی قلبکی یعنی به گالگرام را دیدید، به طرفی رو اختیار نکرده و تشکیلات و یا کمیته های داخل دور مراجعه کنید.